خوبی؟ دهنم آب افتاد، دلم به تاب تاب افتاد. تو چطوری آقا؟ قربونشم. من بگم اول من نه گیم نه چی باقیش LGBT هم هیچ کدوم من نیستم. میپرسم فقط چون ازت تو من میپرسم ازت اجازه بده، اجازه بده. هول فقط چون تو نکن، بحث شما هول هستم نکن. بدبخت میخوام یه ترسیده سری اومده تو جمع LGBT ها. میترسه بگن گیه. بذار نه میپرسم نه من از ازت. هیچی نمیترسم. من هیچ اوکی. ببین من اوکی. بگو. یه چیزی بگم. اگه پیج منو بیای بگو. باز کنی آخر پیج منو نگاه کن. خب شما الان مشکلتون با LGBT هست. من آدمایی رو میشناسم که مشکلشون خیلی بیشتر از شما. مثلا بچهای ایبی رو شما راجعش چی میدونید؟ اینترنتت افتضاحه، افتضاح. ولی حرف بزن. بچهای ایبی رو کی راجبش میدونه؟ میدونید؟ به من میدونی؟ گفتی بعد کلا. بچهای پروانه. آره. خب مشکل بچهای پروانه دقیقا مثل شماست. خب ولی خب آدمایی هم هستن که از بچهای ایبی هیچ کس استفاده نمیکنه. میدونید چرا؟ چون بدنشون زشته، دوست ندارن هیچ کس و همیشه هم طرد میشن از جامعه. ولی شماها چون معمولا فیسای قشنگی دارید، صورت خوشگلی دارید و اصلا به خود میرسید یا فلانید، سوژه جذابی هستید واسه کسایی که میخوان جذب فالوور کنن. خب من 2 دقیقه صحبت میکنم میرم پایین، کسی هم نمیخوام منو فالو کنه، اصلا نیازی به فالوور ندارم، نیازی هم به ویو این چیزا ندارم. برو بابا، الان همه ریدن ولی پیجه. اینو خوب گوش کنید، کسایی که دونه دونه این آدمایی که دارن شما رو میارن بالا، دونه دونه شون. خب هر کی هم دوست داره پیج منو بذاره، من جواب همشون رو میدم، خیلی هم ادعا میشه. دونه دونه شون به جون مادرم فقط استفاده ابزاری از شما میکنن، فقط دارن از شماها استفاده ابزاری میکنن که پیج ویوشون بره بالا. هیچ هدفی خب ما هم داریم ندارن. استفاده کنیم. چرا فکر میکنی فقط اونها استفاده؟ ما هم داریم استفاده خب میکنیم، نه فالوور نه میگیریم. یه لحظه صبر کن.